اینطوری میگن که سایت گمرک هک شده و در یک فرایند مشکوک 5000 ماشین لوکس وارد کشور شده. 4000 تاش ترخیص شده و 1000 تاش مونده که حالا قراره تصمیم بگیرن چیکار کنن. والا زمان ناصرالدین شاه هم 5000 شتر به این راحتی وارد مملکت نمیشد که الان این ماشینا اومدن. دقیقاً مردم رو چی فرض میکنید شما؟ آی رئیس پاشو چه نشستی که بدبخت شدیم. ای بابا، اگه گذاشتی دوزار ریلکس کنیم ها. چی شده باز؟ تظاهرات جدیده؟ نه جناب رئیس، الان از اداره گمرک زنگ زدن گفتن 5000 تا ماشین بدون گمرکی یوهی ترخیص شدن رفت به کارش. حالا من فکر کردم چی شده؟ این کجاش عجیب غریب آخه؟ خیلی هم طبیعیه. 4 تا آدم مستضعف و مستحق بودن رفتن یه 4 تا دونه ماشین قراضه ترخیص کردن دیگه. تو هم جای این کارا پاشو برو تو رسانه ها اعلام کن سایت گمرک هک شده و ماسمالی کن و تمام. حالا اون هیچی، بازار سکه و طلا هم به هم ریخته. امروز خبردار شدیم که یه 50 نفر رفتن یه چیزی حدود 350,000 تا سکه خریدن. سکه شده 2.5 میلیون، جلوش هم نمیشه گرفت. بدبخت شدیم. حالا تو چرا انقدر جب میدی؟ یه 4 تا آدم مستمند مستضعف رفتن 4 تا دونه سکه خریدن دیگه. این کجاش عجیب غریب آخه؟ تو هم جای این کارا پاشو برو تو رسانه ها اعلام کن که سایت بانک مرکزی هک شده و ماسمالی کن و تمام. این گرونی و تورم چی؟ واسه اونم جایی هک شده؟ آره دیگه، سایت وزارت اقتصاد هک شده. گرفتم. میگم فقط یه چیزی آقای رئیس، ببخشیدا، ولی شما دقیقاً چی مصرف میکنین؟ یعنی شما جنستون از کجا تهیه میکنین؟ فکر کنم ساقیتون داره بهتون میندازه. نه؟ والا اونم آره، نه که جنسش نامرغوب باشه ها، نه مرغوبه، اما خب کمه، یه صبح تا شبو نمیرسونه. فکر کنم اگه غلط نکنم سایت مقام معظم رو هم هک کردند.